یک بار آمریکایی‌ها میان ایران هوش ایرانی‌ها رو آزمایش کنن. آمریکایی میاد ایران برمیخوره به یه ترک. آمریکایی انگلیسی صحبت میکنه، ترک نمیفهمه، ترکی صحبت میکنه، فارسی صحبت کنه، این نمیفهمه. خلاصه با علم و اشاره با هم صحبت کنن. آمریکایی اول دست میزنه به مخش، بعدن دستشو باز میکنه. ترک هم دست میزنه اینطور به مخش، دستشو وا میکنه. آمریکایی از جیبش گشت در میاره، یه دایره روی زمین میکشه. ترک هم یه زغال در میاره، وسطش خط میکشه. بعدن آمریکایی از جیبش یه تخم‌مرغ در میاره، نشون ترکیه میده. ترک هم یه پیاز در میاره، نشون آمریکایی میده. آمریکایی هم شستش رو نشون میده به ترکیه به علامت اوکی. ترک هم تمام بازوشو میبره بالا. اینا میرن. آمریکایی میره. آمریکا میگه بله من هوششون رو آزمایش کردم، فوق العاده وایسادن. میگن چطور؟ میگه ها رفتم بهش گفتم مخ داری، گفت فوق العاده. با گشت دایره کشیدم رو زمین، گفتم این زمینه، گفت نه. وسطش یه خط کشید، گفت نصف النهار داره، خط توسته باش. گفتم فکر نمی‌کنی مثل تخم‌مرغ بیزیک باشه؟ گفت نه عین پیاز گرده. گفتم متشکرم. اون گفت بسیار متشکرم. میره. ترک هم از این طرف میره تبریز، اینطور میگه پدرسگ اومده هوش ما رو آزمایش میکنی. به من گفت مختاری، گفتم بی مخ خودتی. یه گشت در یه دایره کشید رو زمین، گفت نان خودت تنها میخوری. گفتم یخ من مسلمانم، نصفش میدم به شما، نصفش خودم میخورم، نصف کردیم. به من گفت شما نان با تخم‌مرغ میخوری. گفتم یخ من نانم با پیاز میخورم. گفت بیلاخ. گفتم بفرما.